تولیه‌نامه برای صنایع 7 اکتبر سال 2020. حمال در این روز ستاره ها مصلحت می‌دهند که قرارها را از پیش خود قبول کردن گیرید. اگر به سخنی نفر گوش کنید اشتباه خواهید کرد. در جدای عشق و محبت حمال ها را سورپرایزهای غیر چشم داشت انتظار است. مهمتر از همه صمیمی بودن را فراموش نسازید. صبر در این روز احساس خود را تحت نظارت بگیرید. با صدای بلند گفتگو نکنید. احتمال صدای شما را نفران نمیشنوند که از آنها خوبی را انتظار شدن غیر امکان است. دوره فرا رسیده است که از گمراهی عذاب میکشید و در دلتان ترس و شبهه‌های زیاد پیدا میشوند. جوزاهای مغرور در این روز مشکلی های زیاد در پیش است. اگر نیتی به قله مراد رسیدن را داشته باشید پس مناسبت های خود را تحت نظارت بگیرید و نگذارید که از چارچوبه بیرون برآیند. فتنه انگیزی بدخواهان در این روز استثنا نیست. از این رو با نفران بیگانه معاشرت نکنید. سرطان ستاره ها در این روز پیشگویی میکنند که حل مسئله های مهم را یا به تأخیر میگذارید یا آنها را نفران دیگر حل و فصل میکنند. با آنهایی که حقوق و صلاحیت بیشتر دارند بحث نکنید، زیرا نیروها نابرابر خواهند بود. برای عاشقان دوره خوب است و خیرهای عاشقانه خوب میگذرند. اسد در این روز صدها می توانند که نفس آزاد بکشند، زیرا یگان ملاقات و مذاکرات تقدیرساز در نظر نیست. به بحث های بیهوده راه ندهید، خصوصا اگر موضوع بحث به شما دخل نداشته باشد. نسبت سلامتی خود بی‌طرفی ظاهر نکنید. زنها به کاشانه حسن بروند. سنبوله در این روز ستاره ها پیشگویی میکنند که اگر مشکل های اویلوی را سری وقت حل کرده نتوانید آنها جدیتر و مشکلتر خواهند شد. با گذشته خود تکیه نکرده بلکه برای آینده درخشان کار کنید. دوست داشته‌تان به شما کاری جالبتری را پیشنهاد میکند. میزان در این روز قوتان را نه برای نمایش بلکه برای هدفهای سازنده صرف نمایید. اگر طبعتان خیره باشد آن را به کسی نشان ندهید. شتابکاری نکنید وگرنه اشتباه میکنید. غمخوار بودنتان خصلت خوب است اما با دقت بودن را هرگز فراموش نسازید. عقرب در مسائل مهم کاری فکری همه را به نوبت بگیرید. قرارهای غیر چشم داشت قبول کرده می توانید زیرا وقتش فرا رسیده است. کوشش نکنید که از رقیب خود زیرکتر باشید. تنها به خود دقت دهید و خلاص. به مصلحت دوستان نزدیک نیاز پیدا می کنید. قوس وقتی آن رسیده است که کارهای به تأخیر گذاشته‌تان را در این روز اجرا کنید. هنگام حل مسئله های کاری به مصلحت همکسبان با تجربه گوش دهید. با آنهایی که قبلا شما را فریب کرده بودند دوباره باور نکنید. برای عاشقان روزی باورار است. زیادتر آب نوشید. جدی ستاره ها میگویند که در این روز نفران بیگانه را به کارهای خود همراه نکنید. وقتی آن رسیده است که قرارهای مهم را قبول کنید تا زندگی خود را تغییر داده توانید. بخت برای شما میخندد به شرطی که نیت‌های بد و غرضناک خود را از سر دور کنید. دلوها را لازم است که امروز به کسی گوش ندهند زیرا بعضی نفران مانع کارهای شما شده میتوانند. نفرانی که نقطه نظر شما را تغییر دادن میخواهند به مقصد نمیرسند. در نیمه راه سرعت را سست نکرده برای رسیدن به هدفهای خویش تلاش کنید. حوت هر کاری که از دیروز برای امروز باقی مانده بود تا آخر روز حال خود را می‌یابد. از آنی که دیگران اندیشه خود را گشاد و روشن بیان می‌کنند نهراسید. دل نفری را به دست نیارید که دیرباز دوستش می‌داشتید. خاطر او را با تحفه گرانبهای شاد نمایید.